بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. إنك ما درسوی خود را دوام میدهیم از کتاب رساله بیم شروط الصلاة از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. درس ما آغاز می‌یابد آنجا که شیخ الاسلام می‌فرماید و معنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين، فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. خلاص شیخ الاسلام میفرماید که معنای التحیات چیست؟ التحیات یعنی جمیع بزرگی ها برای الله، یعنی جمیع آن چیزی که به واسطه وی الله را تعظیم داشته می شود، بزرگ دانسته می شود، همونها خاص برای الله می باشند. ملکن و استحقاقا یعنی ویها را ملکشان، یا که ویها همچون ملک الله هستند، یعنی صاحبشان الله است. و استحقاقا تمام ویها را حق برو لایقشان الله می باشد. با مانند چی؟ یعنی کدام چیزها هستند که ویها همچون برای بزرگ داشت که الله ویها را انجام داده می شود. با مانند الانحناء یعنی خم شدن، و رکوع کردن و سجده کردن، و صفت بقا یعنی که دائمی و بردوامی، و جمیع چیزی که به هوای پروردگار جهانیان تعظیم و بزرگ دانسته می شود، همه اینها لله خاص برای الله می باشد. فمن صرف منه شیئا لغیر الله، کسی از همین چیزهایی که با واسطه این چیزها الله را بزرگ دانسته می شود، تعظیم دانسته کرده می شود، یگان چیزی اینها را صرف کند برای غیر الله، فهو مشرک کافر، و مشرک است و کافر است. و الصلوات معناها جمیع الدعوات، و همچنین صلوات ها برای الله بود. معنای صلوات یعنی همه نمود دعاها. و قیل الصلوات الخمس، همین خیلی روایت آمده است که مراد از صلوات این 5 وقت نماز در نظر دارد، یعنی التحیات لله و الصلوات و الطیبات. چه خیلی که تحیات تمامی بزرگی ها برای الله خاص می باشند، همچنین 5 وقت نماز هم خاص برای الله می باشد. و الطیبات لله یعنی تمامی چیزهای پاکیزه، یا که پاکیزگی الله را باست. یعنی که طیبات اساساً تمامی چیزهای پاکیزه، تمامی چیزهای پاکیزه خاص برای الله می باشند. هر چیزی که او پاک و آلوفته است خاص برای الله می باشد. الله طیب ولا يقبل من الاقوال والاعمال الا طیبها. الله خودش پاک است، بنابراین خواه سخن باشد، خواه عمل باشد، یگان تش قبول نمی کند تا چی نباشد؟ طیب و پاک نباشد. یعنی الله پاک است، فقط سخنی پاک و عملی پاک را قبول می کند. بنابراین کدام سخنی که آمیخته به بدعت باشد، کدام کاری که آمیخته به بدعت باشد، کدام سخنی که آمیخته به شرک و خرافات باشد، و یا الله قبول نمی کند، چون که در پیش الله همچون ناپاک حسابیده می شود. بنابراین الله پاک است، جز پاک دیگه یگان چیز قبول نمی کند. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سلام بر تو ای پیغمبر و رحمت و برکات الله به تو باد. تدعو للنبی صلی الله علیه و علی آله و سلم بالسلامة والرحمة والبرکه، یعنی برای پیغمبر تو دعا میکنی، دعای سلامتی، دعای رحمت، دعای با برکات. والذی یدعى له ما یدعى مع الله، یعنی همون که یعنی که برای پیغمبر دعا کرده می شود، این یعنی که ما یدعى مع الله،
این یعنی اون دعایی نیست که با همراهی الله او را دعا کرده شود. یعنی آن را که برای پیغمبر دعا کرده شدیم، این وای نیست که در برابر الله ما دیگه کسی دعا کنیم. یعنی این دعای عبادت نیست که ما چیکار کنیم در برابر همین گویم که با الله شریک آوردگی باشد. این چنین نیست میگوید والذی یدعى له ما یدعى مع الله. این را که دعا برای پیغمبر کرده می شود، این آن نیست که با همراهی الله کرده می شود. ویرا السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. سلام بر ما و بر بندگان شایسته الله باد. تسلم علی نفسک، به خودت سلام میدهی، و علی کل عبد صالح فی السماء والارض، و به تمام بنده که وی صالح است، خواه در زمین باشد خواه در آسمان باشد. مهم صالح باشد، سلام تو به وی میرسد. و السلام دعا. سلام در اینجا به معنای دعا است. و الصالحون یدعى لهم ولا یدعون مع الله. صالح ها را میگود برایشون دعا کرده می شود، وی ها را با همراهی الله دعا کرده نمی شود. خیلی که گفتیم که پیغمبر، یعنی برای پیغمبر دعا کرده می شود ولی پیغمبر همراه الله دعا کرده نمی شود. همچنین برای به فایده صالح ها دعا کرده می شود و صالح ها را با همراهی الله دعا کرده نمی شود، زیرا اینکه شرک می شود. هم خیلی است کسی که در برابر الله یعنی با همراهی الله پیغمبر چیکار کند دعا کند، این چی می شود؟ شرک می شود. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. من شهادت میدهم که جز الله یکتای و بی نیاز کوگیم بی شریک دیگه یگان معبودی بر حق نیست. نعم. تشهد شهادت الیقین ان لا یعبد فی الارض ولا فی السماء بحق الا الله. یعنی شهادتی باوریناک میدهی که در روی زمین و در آسمان یگان کسی نیست که وی را عبادت کرده شود و لایق عبادت باشد، حق عبادت کردن باشد الا الله، جز الله. و شهادت ان محمد رسول الله. و شهادت میدهی که محمد فرستاده الله است. بانه عبد لا یعبد. یعنی شهادتی آن دادن که محمد رسول الله است، معناش از آن عبارت است که وی بنده است، وی را عبادت کردن نمی شود. و رسول لا یکذب. وی رسولی است از طرف الله حق سبحانه و تعالی، و یعنی که دروغ دانستن نمی شود. بل یطاع و یتبع. برعکس و که بالعکس وی اطاعت کرده می شود و از پس او چه پیروی کرده می شود. شرفه الله بالعبودیه. الله سبحانه و تعالی با بندگی وی را شرافت و شأن و شرف عطا بخشید. یعنی الله تعالی به سبب نوم وی را همچون بنده برگزیده، بنده مخصوص، الله تعالی او را شأن و شرف و شرافت بخشید. و دلیل قوله تعالی، دلیل قول الله تعالی است چخیلی که میفرماید در سوره فرقان آیت 1: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بسیار با برکت است اون الله که اون ذاتی که نازل کرد فرقان را، یعنی قرآن را، به بنده خودش. نگه نه اینجا اضافی تشریف میگن، یعنی که همون پیغمبر صلی الله علیه وسلم همچون بنده خودم گفته الله تعالی ذکر میکند. به بنده خود نازل کرد فرقان را تا اینکه برای جمیع جهانیان همچون بیم کناننده باشد گفته. انشاءالله بعد صلواتاش درسی آینده میگیریم. نه. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.